تورم، رکود، گرونی چه بلایی سر اقتصادمون اومده؟ آیا میدونستین که تو هر 100 سال جهان به طور متوسط با 3 تا بحران اقتصادی بزرگ روبرو میشه؟ مشکلات اقتصادی که میتونن همه چیز رو از قیمت نون گرفته تا ارزش پس‌اندازهای شما رو تغییر بدن. اما چرا این اتفاق میفته؟ پس با داناوید همراه باشید. اگه کسی بگه من لمسش نکردم دروغ میگه، یا اگه بگه رو زندگی من هیچ تأثیری نذاشته بازم دروغ میگه. میخوایم درباره چیزی حرف بزنیم که هممون با تمام وجود لمسش کردیم و میکنیم. یک هیولای وحشتناک به نام تورم. تورمی که روز به روز داره جیبمون رو خالی و خالی‌تر میکنه. پس باید با معنی این هیولاهای بزرگ و وحشتناک آشنا بشیم. به زبان ساده تورم تو جایی شکل میگیره که در یک اقتصاد پول بیشتر از کالا وجود داره، یعنی عرضه کمتر از تقاضاست. 100% اینم میدونین که هر چیزی که کم باشه گرونتر میشه. برای اینکه تورم رو بهتر درک کنین فکر کنین که الان توی یه روستا هستیم و این روستا فقط یه بازار کوچیک داره. پس اهالی روستا مجبورن هر چی که لازم دارن رو فقط از اون بازار تهیه کنن و جای دیگه‌ای هم نیست. حالا فکر کنین که توی این بازار یه بانک باز میشه و به همه میگه که وام با بهره 1% میده. بهره به این پایینی باعث میشه که همه بیان و وام بگیرن. پس یه جورایی پول میاد تو دست همه. اون یه دونه بازاری که تو روستا وجود داره یه دفعه فروشش 10 برابر میشه. مردم خیلی زود هرچی توی این بازار هست رو میخرن. خب حالا شما خودتون رو بذارین جای صاحب اون فروشگاه. وقتی میبینه که مردم هرچی تو فروشگاه هست رو دارن میخرن، پس فرصت مناسب میبینه و قیمت همه چی رو میبره بالاتر. همین کاری که صاحب فروشگاه کرده بهش میگن تورم. این روستا یه مثال تو قالب کوچیک‌تر بود. در واقع این روستا میشه تمامی اهالی یک کشور. بازاری هم که اونجا وجود داره میشه بازار کل کشور. یه فروشگاه لوازم خونگی میبینه تمام جنساش داره فروش میره. میبینه تا بخره و بذاره سر جاش گرونتر در میاد. برای همین قیمتا رو میبره بالاتر. این روند به صورت روزانه و هفتگی اتفاق میفته. اقتصاددانها میگن تورم تا یه حدی برای کل اقتصاد خوبه، چون باعث میشه که اون اقتصاد رشد کنه. اما وقتی از یه حدی میگذره دیگه میشه ضربه به اقتصاد اون کشور، چون قیمت‌ها یهویی به حدی میره بالا که اونایی هم که حتی وام گرفته بودن دیگه نمیتونن چیزی بخرن. خب حالا بریم سراغ رکود. یه مثال دیگه بزنیم. فکر کنین یه موتور فروشی تو این بازار هست، با اینکه قیمتاشو دوبله سوبله کرده ولی بازم داره میفروشه. این موتور فروشی وقتی میبینه داره میفروشه و مشتری هنوز هم وجود داره و میتونه از بانک هم یه وام کلوم با نرخ پایین بگیره، پس میره و از بانک تقاضای وام میکنه و وام رو هم میگیره و یه کارخونه موتورسازی را میندازه. اما وقتی کارخونه راه میفته و محصول میرسه به فروشگاه دیگه مشتری مثل اون قبل نیست. قیمت‌ها بالاست ولی خریدار کمه. این میشه رکود. یعنی جنس هست ولی پولی در کار نیست که مردم بیان اون جنس رو بخرن. وقتی رکود میشه دیگه اون بانک‌ها هم وام نمیدن. برای همین این موتور فروشی که کارخونه هم زده مجبور میشه کارخونه‌ش رو بفروشه و مغازش رو هم تعطیل کنه یا اعلام ورشکستگی کنه. سال 2008 دقیقاً همین اتفاق تو دنیا افتاد. البته 2008 شدیدتر از یه رکود عادی بود، برای همین بهش میگن رکود بزرگ 2008. 12 سال بعد از این رکود ویروس کرونا شیوع پیدا میکنه. این ویروس اقتصاد بیشتر از 90% کشورهای دنیا رو تحت تاثیر قرار میده. به خاطر همین دولت‌ها مجبور میشن که هی پول چاپ کنن. حتی دولت آمریکا تو این دوران رکورد زد. میگن بیشتر از 40% دلارهای آمریکا که تو دنیا در گردشه بعد از سال 2020 چاپ شده. این پول چاپ کردن نه تنها اقتصاد آمریکا رو برد تو تورم، بلکه تورم رو به اقتصاد کل دنیا وارد کرد. یعنی شما تو این زمان اگه هر جای دنیا بودی و یه پیچ می‌خریدی $1 دیگه نمیتونستی اون پیچ رو به این قیمت بخری. بعد از شیوع کرونا و تورم خیلی شدید دولت آمریکا به هر آمریکایی $3200 داد و گفت چون خیلی از مردم شغلشون رو از دست دادن این پول رو ما به همه میدیم
که مثلا شرایطشون بهتر شه، در صورتی که این پولی بود که همینطوری چاپ کرده بودن. این پول افتاد تو دست مردم و همه شروع کردن به خرید کردن. هر کسی به یه طریقی، یکی مواد غذایی می‌خرید، یکی مبلمانش رو عوض می‌کرد، یکی دیگه برای بچه‌ش دوچرخه می‌خرید. خلاصه خرجش می‌کردن. تو این برهه به دلیل کرونا تولیدات کارخونه هم کم شده بود و نمیتونستن بازارها رو جواب بدن. برای همین تو فروشگاه‌ها کمبود کالا احساس میشه و قیمت‌ها رو می‌بردن هی بالاتر. مردم هم پول تو دستشون بود ولی دیگه چیزی به قیمت قبل نبود که اینا بخوام بخرن و علنا تورم اتفاق افتاده. حالا بهره این وسط چه نقشی داره؟ همه کشورها یه بانک مرکزی داره که اقتصاد رو تنظیم میکنه. به بانک مرکزی میگن عروسک گردان کشورها یا بانک‌ها. بانک‌های مرکزی دنیا مثل بانک‌های دیگه نیستن که مثلا بری توشون حساب باز کنی یا وام بگیری. نه، بانک مرکزی یه اداره دولتیه که قوانین بانکی کشور رو تنظیم میکنه که همه بانک‌ها باید قوانین اون رو رعایت کنن. بانک مرکزی یک کشور وظیفه داره تعادل رو تو اقتصاد اون کشور تنظیم کنه. یعنی کاری کنه که نه نقدینگی اون کشور بره بالا و نه عرضه کالا زیاد بشه. یعنی سیاست وام رو وقتی به بانک‌ها دیکته میکنه، عرضه و تقاضا باید با هم دیگه همخوانی داشته باشه. دلیل اینکه اقتصاددان‌ها به بانک‌های مرکزی میگن عروسک گردان اینه که اونا طوری تنظیم میکنن که مردم مرتب خرج کنن. وقتی مردم خرید میکنن، اقتصاد رشدش مثبت میشه. مهمترین ابزاری که بانک مرکزی باهاش اقتصاد رو تنظیم میکنه نرخ بهره است، یا به انگلیسی interest rate. هر کسی که میخواد خونه بخره، ماشین بخره یا کارش رو توسعه بده میره بانک و وام میخواد و در اینجا نرخ بهره خیلی مهمه. اگه نرخ بهره خیلی پایین باشه، مثلا 2%، اون موقع همه هجوم میارن و وام میخوان. اگه یکم بره بالاتر و مثلا به 10% برسه، مشتری کم میشه. در اینجا هرچی نرخ بهره کمتر باشه، مردم بدهکارترن. چرا؟ چون میان برای هر چیزی وام میگیرن. مثلا تو سال 2020 بعد از شیوع کرونا، فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی آمریکا برای اینکه مردم بتونن وام بگیرن و کلا پول خرج کنن، نرخ بهره رو آورد پایینتر، یعنی زیر 2%. این سیاست جواب داد، هم بازار مسکنشون راه افتاد و هم بازارهای دیگه. اما امروزه یعنی تو سال 2024 نقدینگی تو دست مردم زیاده، برای همین تورم ایجاد کرده و داره بیشتر ایجاد میکنه. فدرال رزرو برای کنترل این شرایط دوباره نرخ بهره رو برد بالاتر تا پول کمتر بیاد تو دست مردم. برای همینه که به بانک‌های مرکزی میگن عروسک گردان، چون با یه تصمیم کوچیک کل اقتصاد رو تغییر میدن، تغییراتی که تو زندگی مردم تأثیرات خیلی جدی میذاره. بیشترین تورم آمریکا بعد از شیوع کرونا اتفاق افتاد که حدود 8% تورمه و هنوز هم وجود داره. حالا شاید بگین چرا آرژانتین، ایران و ویتنام رو نمیگی؟ کشورهایی که توشون تورم سر به فلک کشیده و بانک‌های مرکزیشون هم درست نتونستن مشکل رو حل کنن. هی پول اضافه چاپ میشه، فرداش یه عالمه میره رو قیمت‌ها. نرخ بهره هم تا آخرین حد بالاست. مثلا میخوان نقدینگی رو کم کنن اما جواب عکس میده. دوباره پول چاپ میکنن. وبسایت اکونومیک ابزرواتوری درباره اقتصاد ایران مینویسه ایران یکی از پیچیده ترین اقتصادهای دنیا رو داره و کرونا پیچیده ترش هم کرد. بی‌نظمی در تصمیم گیری ها، مشکلات سیاسی با کشورهای دیگه، تحریم ها و فساد باعث شده که اقتصاد ایران فلج بشه. هر کسی هم که میخواد درستش کنه به مشکل میخوره. البته نباید ناامید بشیم، چون مشکل اقتصادی ایران حل شدنیه. یه سری عوامل باید دست به دست هم بدن تا اقتصاد ایران راه بیفته. نهایت مرگ یک اقتصاد جمهوری وایمار یا ونزوئلای چند سال پیشه که در دهه 1920 ارزش مارک تقریباً برابر 0 بود. ونزوئلا هم در سال 2018 اقتصادش به کل نابود میشه، به طوری که پولشون اصلا ارزش نداشت. مثلا یک نفر با اسکناس کاردستی درست میکرد که شاید بتونه در مقابلش یک جنسی بگیره، مثلا یه چند تا نون.
شاید باورتون نشه ولی یکی از بزرگترین تورم هایی که تو دنیا اتفاق افتاده اولش زیمبابوه است که در سال 2008 پول به کلی بی‌ارزش میشه. بعدیش هم ونزوئلاست. یکی از دلایل اقتصاد شکوفای بعضی از کشورها اینه که اون کشورها مردمانشون خیلی پول خرج میکنن. بهترین مثال آمریکایی‌ها هستن. تو خونه همه‌شون پر از آتش‌قاله. تو گاراژها و انباریاشون جا نیست که راه بری. انقدر چیزای مختلف خریدن و هیچ کدومشون رو هم استفاده نکردن. و آخر سر برای اینکه از شرشون راحت بشن یا مفت میفروشنشون یا میندازنشون دور. این یه جورایی اسرافه، ولی این به اصطلاح اسراف آمریکایی ها باعث شده که پرقدرت ترین اقتصاد دنیا رو داشته باشن. تا اونجا که شد تورم رو توضیح دادیم. حالا اگه بیشتر دوست دارین که درباره پول و اقتصاد و تورم و رکود و اینا بدونین، تو کامنت ها برامون بنویسین تا ما هم فیلم ها و توضیحاتش رو آماده کنیم و در اختیارتون قرار بدیم. سپاس از لطفتون.